سلام، من حسین هستم و اینجا کانال آراس پیکسل. ما اینجا در مورد تکنولوژی دوربین های مداربسته و گجت های وابسته به اون صحبت میکنیم. میخواییم که سطح سواد خودمون رو بالا ببریم و آموزش های رایگان هم در این زمینه در اختیار شما قرار خواهیم داد. خب دوست خوبم، قبل از هر چیزی لطفاً از ما حمایت کن تا ما بتونیم ویدیوهای بهتری بسازیم و دلگرمی برای ما باشه. پس سابسکرایب یادت نره، لایک یادت نره، اون زنگوله رو هم پینگ بزن. درود بر شما. همونجوری که از تیزر مشخصه، ما امروز درباره MBR بخوایم صحبت کنیم. خب یه مشخصات کلی من از MBR بهتون بگم. MBR یعنی Network Video Recording، NVR. حالا این NVR به چه دردی میخوره؟ همون از رکورد که مشخصه و ویدیو هم که مشخصه، از نتورک هم که مشخصه، یعنی اینکه ما تصاویر رو در بستر شبکه یا IP که یکی از توپولوژی‌های دوربین مداربسته است بتونیم ذخیره سازی کنیم. خیلی ساده است. و اینکه ما باید از هاردهایی استفاده کنیم که به درد این کار بخوره، این هم خیلی ساده است. خب چه هاردهایی؟ هاردهای سورولینس یا انترپرایز. حالا فرقی هم نمیکنه که ما از وسترن دیجیتال استفاده کنیم یا از سیگیت استفاده کنیم. سورولینس باشه یا انترپرایز باشه بسه برای ما. حالا این دستگاه MBR که این یه پورت آپلینکشه که از سویچ یا مستقیم از دوربین به این اتصال پیدا میکنه و اینها هم برای اتصال موس و اتصال ذخیره سازهای اکسترنال هستش که همون USB دیگه. این هم VGA و اینجا ورودی آدیو اکسترنال و این هم HDMI مود. این هم بهتون بگم این ها بر اساس کانال چیز میشن، به قول طبقه بندی میشن. 4 کانال داره، 8 کانال داره، 10 کانال داره، 12 کانال داره، بعد 16 کانال داره، 32 کانال داره، 36 کانال داره، 40 کانال داره. کمپانی های مختلفی هستش. از ما حمایت کنید و حمایت یادتون نره. دوستتون دارم و میبوسم.